سلام. امروز 18 خرداد 1403 میخوایم اکسپرت مدیریت سرمایه رو بخش پلن ورود به معامله تو اخبارش رو تست بکنیم. الان ما 3 تا خبر USD و 2 تا کد جلومون داریم که با زدن این دکمه من میارم دقیقا روی همون جایی که خبر قرار اتفاق بیفته. من میخوام 5% روی این خبر ریسک بکنم. گزینه set last moving step رو انتخاب میکنم. یه تریل لاین به من میده. اندازش رو میذارم اندازه‌ای که حرکت کرده تا آخرین کندلی که داره اتفاق میفته، تا اینجا که در این حالت قرار گرفته. این اندازه رو که مشخص میکنید با توجه به تحلیل خودتون آخرین گامی که حرکت کرده رو میتونید در نظر بگیرید. این دیگه بستگی به تحلیل خود شما داره. با توجه به این میزان پوینتی که این خط تریل لاین رو مشخص میکنید لات شما رو تعیین میکنه. بعد من میام گزینه add to pending before news رو میزنم که برای من 2 تا پندینگ برای من بکاره قبل از خبر. خب برای من 2 تا پندینگ کاشت. انتظارمون اینه که هر کدوم از این پندینگ ها که فعال بشه یه بای برای ما کاش، یه دونه سل برای ما کاش، به فاصله همون میزانی که ما تعیین کرده بودیم. انتظار داریم که به هر سمتی که حرکت میکنه پندینگ روبروش رو ببنده و بره به سمت تارگت. منتظر میمونیم که تقریبا کمتر از 2 دقیقه دیگه خبر میرسه که ببینیم چه اتفاقی میفته. این اندیکاتور کانال، رسم کانال و اندیکاتور نیوز رو میتونید در سایت ما دانلود بکنید. به سایت ما مراجعه بکنید. میتونید تو قسمت بلاگ انواع اقسام اندیکاتورها رو دانلود بکنید. این اکسپرت به شما کمک میکنه که زمان کندلتون هم ببینید که چقدر مونده از اون کندل که دارید به خبر نزدیک میشید. خب اینجا زمان ما رو هم داره مشخص میکنه. ساعت 15:30 اخبارهایی که روی این اندیکاتور هست به صورت ایونت مشخص میکنه. اخبارهایی هستن که خطوطی هستن که چند تا خبر روی هم دیگه هستن. معمولا این اخبارهایی که به این شکل هستن به یک سمت حرکت میکنن. این تیپ استفاده کردن از این پلن هم به همین درد میخوره. خب چند ثانیه دیگه مشخص میشه که اکسپرت ما چجوری عمل میکنه و آیا اگر یکی از این پندینگ ها فعال بشه پندینگ بعدی رو میبنده و یا تارگتمون اتفاق میفته یا نه. خب حدود 18 ثانیه دیگه مونده، 10 ثانیه دیگه مونده به خبر. ببینیم که چه اتفاقی بیفته. خب همونطوری که میبینید پندینگ سل ما فعال شد و پندینگ بای ما دیلیت شد. خب ما الان منتظریم که پوزیشن بره به سمت
تارگت ما. تو اینجا ما میتونیم حتی ریسک فری هم بکنیم، بریک ایون هم حتی بکنیم تا همین جایی که الان هستیم که وارد زیان حتی نشیم. الان میزان سودی که ما داده حدود نزدیک 1% هستش که با توجه به موجودی ما 583 دلار هست. خب من اینجا بریک ایون رو میزنم، یا میتونید اصلا منتظر بمونید که تارگتتون بخوره. میتونید حتی پوزیشنتون رو همینجا به هر مقداری که تمایل دارید، الان 2%، 3% تو سود هستش، میتونیم همینجا ببندیم و از پوزیشن خارج بشیم. خب سودی که ما توی این معامله انجام دادیم حدود 1388 دلار پروفیت اون بوده، 39 دلار هم کمیسیون اون بوده. موفق و پیروز باشید.